سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. این اولین ویدیو چنل من هست. اومدیم با ساخت چراغ با شارژر گوشی که من اون ورشو کندم، فقط نیاز به این ورش داریم و با یه دونه چراغ LED ما باید این دوتا رو به هم لحیم کنیم و با OTG به گوشی متصل کنیم. همین روشن میشه. خب حالا برای لحیم کردنش ما نیاز به لحیم، پایه نگه دارنده و سیم لحیم داریم که من لحیم کاریاشو میکنم و نتیجه رو بهتون نشون میدم. دوستان این نکته هم یادم رفت بگم، این LED ها مثبت منفی داره. پایه بلندش مثبته و پایه کوتاهش منفیه که روی این کابلا هم این سیم قرمز میشه مثبت و سیم آبی میشه منفی، یا اگه آبی نبود مشکیش میشه منفی، که باید این دوتا رو به هم متصل کنیم. حالا من وصل کردم، فیلمشو براتون میگیرم. خب دوستان من لحیم کاریاشو انجام دادم. من متاسفانه چسب برقم تموم شده. شما میتونید یا چسب برق یا وارنیش روی لحیم کاریاتون بزنید که معلوم نشه. خب دوستان قبل از این که تستش کنیم لطفا لایک، فالو، سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ تستش. دوستان من پاور بانک ندارم، با OTG وصل کردم به گوشی. شما میتونید به پاور بانک هم متصل کنید. اینم از تستش. میتونید پاور بانک بزنید که هر ما برقاتون رفت یه چراغ قوه کوچیک و جمع و جور میتونید داشته باشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.